بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، اکثریت شما درباره عبادت شب معراج پرسیده استادید که آیا امشب که شب 27 ماه رجب هست با عبادت شب زنده داری کنیم و کدام دعاها رو خوانیم و این شب را اساساً با کدام عبادت ما سپری کنیم. پیش از همه خواهران عزیز، این را باید بدانیم که کدام عمل عبادت هست و در کدام روزها عملهای ما ثواب زیاد دارند یا کدام شبها را ما باید با عبادت گذرانیم. این را با گفته یک عالم و با گفته فلانی و یا ایشان و یا مولا نمی شود. این روزها را الله و یا پیامبرش که و ما ینطق عن الهوی، هر چیزی که میگویند این وحی هست، به ما گفتند. مخصوص شب معراج که 27 رجب هست میگویند، آن هم بعضی از علما مثل امام نووی اول شده خواهران عزیز، آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم به معراج در شب 27 رجب برآمدند یا شبهای دیگر؟ بین علما در تمام کتب تاریخ شما اختلاف را پیدا میکنید. حتی در مورد سالش که آیا 1 سال پیش از هجرت بود و یا 8 ماه پیش از هجرت بود و یا عموما 2-3 سال پیش از هجرت بود، درباره سالش هم اختلاف است. درباره اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم شب معراج به معراج برآمدند هیچ اختلافی نیست. در این باره آیت سوره اسراء هست. همه اتفاقیم که سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. این آیت سوره اسراء است، آیت یکمش که پاک است پروردگاری که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی و بیت المقدس برد و از آنجا به آسمان تا اینکه آیت های خود را، نشانه های خود را، جنت و دوزخ خود را و اینکه این دنیا فقط کافی نیست، ما جهان ابدی داریم، به پیامبرش نشان دهد. درباره شب اسراء و معراج وجود داشتن یگان اختلاف نیست، اما عبادت کردن در همین شب که در صوفی ها خیلی زیاد دیده می شود، در تاجیک های ما هم هست، این عمل بدعت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان بار بیایید امشب شب معراج است با هم دعا کنیم، نماز خوانیم و یا یگان صحابه، یگان تابعین، یگان صاحبان مذهب و شاگردانشان از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شروع کرده تا دیگر صاحبان مذهب در یگان کتابشان پیدا نمی شود که در شب معراج باید نماز خواند، دعا کرد. این شب یک شب مخصوص است. آره، ما در ماه محرم، در ماه رجب وجود داریم و همه شبهایش مبارک است، همه روزهایش مبارکند، همیشه عبادت در این ماه قدر و قیمت بالا دارد، لیکن همین شب را زنده داری کردن و عبادت کردن این بدعت است و بدعت چیزی هست که نه پیامبر کردن، نه گفتن، نه صحابگان کردن و مردم از پیش خود، آن هم تقریبا پس از 300 سال و یا قرن 4 هجری این چیز را پیدا کردن بعد از زیاد شدن صوفی ها و عقیده های باطل. و در صحیح مسلم از پیامبر میگویند و شر الامور محدثاتها و کل بدعت ضلاله، و بدترین امرها این نو پیدا کارهایی هست که شما عبادت گفته انجام میدهید و کل ضلالت فی النار، و تمام گمراهی ها در دوزخ است و تمام کارهای نو پیدایی که شما میکنید، عبادت میکنید، گمان میکنید که این ثواب دارد، این همش بدعت حسابیده می شود. پس در این شب نه زنده داری، نه در مسجد ها جمع شدن، نه دعاهای مخصوص وجود ندارد. یکی از شبهای عادی ماه محرم، ببخشید از ماههای حرام، از ماه رجب است که مثل هر وقت میگذرانیم، اما دعای مخصوص، نماز مخصوص، یک عملهای مخصوص و روزه گرفتن در این روز در یگان جامدگی نیست، همش بدعت است و از بدعت کاری بیش هم نیست.